احمد دانشجوی یکی از دانشگاه‌های روسیه میباشد، اما اکنون او نمیتواند تحصیل خود را ادامه دهد. او میگوید که با عیب همشهریش دپورتاسیون شده است. سبب اینه که حجت من قلبکی بود، من خود این رو نمیدانستم، از همه سبب من رو دپورتاسیون کردم. من خود نمیدانستم، یک روز به یک جا رفتنی بودم که کارمندان میلیسیا من رو منع کردن، از من خواستم حجتم را نشان دهم با آنها و بعد من نشان دادم، آنها گفتند حجتی تو قلبکی است. من خودم این را باور نکردم، با آنها بحث کردم، من را به شعبه میلیسیا بردم، تفتیش کردن، با کامپیوتر دیدن که حجت فالشی یعنی قلبکی است. از همین روز یعنی دپورتاسیون کردن. سببگوی اساسی دپورتاسیون شدن شما کیست؟ سببگوی اساسی دپورتاسیون شدن من این یک همشهری خودم می باشد که من از آنجا به تاجیکستان آمده بودم ماه آگوست و ماه اکتبر برگشتم به روسیه. خواستم برای جای زیست حجت کنم، یعنی رجیستراسیون کنم با طریق همشهر خود و من به او باور کردم، شناسنامه خود را دادم تا که آن حجتی جای استقامتی من را آماده سازد و با همین از سبب آن که شرطنامه تحصیلش 148,000 روبل بود، او نتوانست آن را پرداخت نماید و به وطن برگشت و خواست باز به مهاجرت رود و مبلغ تحصیلش را جمع نماید، ولی برعکس کار شد. دانشجوی بخش 4 یک از دانشگاه روسیه بودم. شما از چه سبب نتوانستید که تحصیل خود را در روسیه ادامه دهید؟ از سببی که دگاوری مکتب 148,000 روسی بود، 4م کورس را نتوانستم پرداخت کنم و خواستم یک سال دیگر کار کنم بعد تحصیل خود را ادامه دهم. نشد. در آنجا میخواستم به خواندن زبان آلمانی مشغول شوم، نشد. میخواستی که هم کار کنم و هم به آموزش زبان آلمانی مشغول شوم. نیتی در پیش گذاشته‌اش این آموزش زبان آلمانی است و میخواهد به آلمان رود و تحصیل نموده کار فعالیت نماید. بعد از روسیه برگشتن به تاجیکستان با آموزش زبان آلمانی مشغول هستم. اما خیلی نیت دارم که من به همانجا روم و باز میخواهم در آلمان تحصیل کنم. او میگوید که بسیارتری جوانانی که نو به مهاجرت میروند اول به دام همشهری و نزدیکان خود میافتند و سببگوی اساسی دپورتاسیون شدنشان نیز آنها میباشند.